حالا ببینید دوستان عزیز، هر چقدر ما از خارج اگر انتقاد نکنیم حکومت را، ولی اگر در داخل او سیاست‌های درست اقتصادی داشته باشد مردم میگن خب اپوزیسیون انتقاد کردن میگیرد. تاجیکستان علاکه وارد یک بحران عمیقی فراگیر شده است که هم اقتصاد در اونجا دخیل هست، هم سیاست، هم فرهنگ، حقوق بشر و جامعه منتظر یک حادثه هست. جامعه منتظر شما در تاجیکستان ببینید نه انقلاب هست، نه یگان حادثه هست، نه اعتراضات هست. همون پرزیدنت 28 سال علاقه 29 سال می شود در سر قدرت است. اما چرا در قرقیزستان که این همه پرزیدنت ها عوض می شوند، این همه انقلاب ها هست و هر روز یک تظاهرات هست، اقتصادش از این ضربه نمی بیند، بلکه در تاجیکستان که با گفت طرفداران حکومت در اونجا صلح و ثبات است و استوار هست همه چیز و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، امن و امانت هست. برابر آن که یک انتخابات برگزار شود یا اینکه یک آوازه اگر در کشور پیدا شود، شما میبینید که نرخ‌ها بالا میروند. در دوشنبه خبرها بود که مردم برای گرفتن شکر و دیگر مواد غذایی علاقه نوبت ایستادند و با مردم طبق معیار چند کیلویی شکر و دیگر مواد را تقسیم میکنند. پس این همه بیانگر آن است که متاسفانه همون طوری که ما پیش بینی میکردیم تمام مکانیزم های داخلی اقتصادی کشور فلج شدند و کمترین حادثه میتواند این توازن اقتصادی وضع بازارها را از بین ببرد. خب این تنها یک مشکل اقتصادی نیست. من فکر میکنم که تاجیکستان علاقه وارد یک بحران عمیقی فراگیر شده است که هم اقتصاد در اونجا دخیل هست، هم سیاست، هم فرهنگ، حقوق بشر و جامعه منتظر یک حادثه هست. جامعه منتظر آن هست که فردا چی می شود. حالا ببینید دوستان عزیز، هر چقدر ما از خارج اگر انتقاد نکنیم حکومت را، ولی اگر در داخل او سیاست‌های درست اقتصادی داشته باشد مردم میگن خب اپوزیسیون انتقاد کردن میگیرد، ولی حکومت دارد کارهای اقتصادی خود را درست به راه میماند. اما وقتی که حتی ما تنقید هم نکنیم، وقتی که مردم میبینن که نه وضع اقتصادی روز به روز بد شده ایستاده است، حکومت به جای آنکه بیاید یک برنامه خوب اقتصادی برای مردم پیشنهاد کند، دنبال باز همون برنامه‌های معرکه آرایی و مراسم‌های آش پلو و جشن کدو و جشن خربزه اینا هست. بالاخره هر انسان عاقل و یک کم نگاه اقتصادی داشته به خود سوال می‌دهد که ما کجا رفته ایستادیم.